این مسافران به شرافت توافق تاجیکستان و روسیه به فرودگاه دوشنبه رسیدند. تا 2 روز پیش آنها مجبور بودند که از خط سیرهای دیگر استفاده کنند. نصف مسافرانی که لحظه پیش از روسیه به وطن آمده اند، الکی چند مرتبه بلیط‌هایشان را بازپس داده و بلیط نو خریدند. آنها میگویند در نتیجه این سرگردانی مجبور شدند از 100 تا 200 دلار خود را در مهمانخانه ها خرج نمایند. ما که وقتی که 3 برده یکم карата که سپردیم прямой рейс بود، بعد این باره через Новосибирск گرفتیم через посадка. بعد این با هم маршрут отказ شده بود نپرید. این карат прямой рейс через Новосибирск آمدم. البته расход با 4000 دیگه سپردم و 12 تا بلیط گرفتن. باز 4 دیگه دادم 17000 با اومدم. مهاجران مهنتی که امروز از فرودگاه بین المللی دوشنبه به روسیه پرواز می کنند شکایت دارند که بنابر تأخیر در پروازها قریب بود کارشان را از دست دهند. خط نوسیبیرسک ایرکوتسک میریم، در اونجا در ساختمان ساحه ساختمان کار میکنیم. گفتم بودن که راه خمیگن راست چی نیست رس نیست. برایم خم اومدیم که الحمدلله خوبی راهوی. مشکلات هوایی بین دو کشور در ماه مارت زمان شدت گرفت که تاجیکستان برای پروازها در خط سیرهای نو روسیه به دوشنبه و خوجند اجازت نداد. روسیه در جواب سمت و طول پروازهای شرکت‌های هوایی تاجیکی را تا 1 ساعت درازتر کرد. تاجیکستان هم از اقدام همسان کار گرفت. بعد از این روساویاتسیا پروازها را از روی 11 خط سیر منع کرد. مقامات هوایی دوشنبه نیز همین گونه اقدام را پیاده نمودند. بعد مذاکرات هیئت‌ها در شهر مسکو محدودیت در پروازهای طرف‌ها لغو گردید. همچنین به شرکت اورالسکی اویالینی وعده داده شد که برای انجام پرواز در خط سیرهای نو اجازت داده شود. Конечно, мы рады тем, что проблема разрешилась. البته ما خوشحالیم که مشکل برطرف شد. به سمت دوشنبه خط سیرهای نو باز می شوند. این باعث خرسندی است. پروازهای نو شمار مسافران را هم بیشتر می کنند. Отрадно, потому что новые полеты, это новые пассажиры, это новый объем работы. به این ترتیب در آینده 60% پروازها به تاجیکستان از سوی هواپیماهای شرکت‌های روسی انجام داده می شود که ظاهراً نقض سازشنامه بین حکومتی در مورد رعایت پاریتیت و یا پروازهای برابر است. در صورت رعایت نگردیدن این بند سازشنامه احتمالاً شماره پروازهای هواپیماهای شرکت‌های روسی از این هم بیشتر شود.